عبدالرازق آوازخوان و شومن جوان توجیک که 20 سال و مگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد، روز 2 مای سال 2024 با نشر یک ویدیو خبر داد که همقدم زندگیش رو پیدا کرده است و لکه قرار گذاشتند که روز 7 ایول سال جاری مراسم عروسی برپا کنند. در این ویدیو عبدالرازق میگوید من همیشه آرزو داشتم دختری رو پیدا کنم که مرا دوست بدارد و حرمت کند و اینک بالاخره من چنین دختر رو یافتم که مرا خیلی و خیلی دوست می‌دارد و احترامم را به جا می‌آورد. او به پیشنهاد من برای ازدواج راضی داد. من در این لحظه ها آنچنان به وجد آمدم که برای اظهار احساس خوشبختی که مرا فرا گرفته است سخن نمی‌یابم. من خیلی خوشبختم. عبدالرازق لکه روز 11 مای در اینستاگرام 2 عکس از مراسم انگشتر انداختنش به دستان عروسش را نشر کرد. در این عکس‌ها چهره عروس دیده نمی شود ولی قدش طوری به نظر می رسد خیلی بلندتر از قد عبدالرازق است. شومن توجیک درباره که بودن عروسش معلومات زیادی نداده است. تنها معلوم است که دختر از شارجه یکی از امارات‌های امارات متحده عرب بوده امیره نام دارد. پدر عبدالرازق سفریقل اگاموف ساکن دهه غشدر و جماعت شینگ در کوهستان کنار شهر پنجکین گفت که عروس را برای پسر او پرودیوسر عربش پیدا کرده است و آنها از انتخاب پسرشان یگان 3 ماه پیش خبردار شدند. سفریقل اگاموف گفت آنها هنوز عروس را ندیدند ولی نیت دارند که با جمعی از اهل عائله به توی عبدالرازق به امارات بروند و در آنجا با عروس او شنا شوند.